آوازخوان جوان 29 ساله تاجیک فخرالدین اکیموف به مرحله نهایی یعنی فینال آزمون ایکس فاکتور بلاروس که شبکه اول تلویزیون بلاروس دایر میکند راه یافت. روزهای نزدیک دیگر آوازدهی مخلصان سر می شود و مخلصان فخرالدین می توانند به او کمک کنند. آوازخوان شناخته سریاگه که فخرالدین اکیموف در مرحله نهایی آزمون در تیم او هنرنمایی خواهد کرد، آوازخوان تاجیک را بازیافت اصیل آزمون ایکس فاکتور بلاروس نامید و گفت فخرالدین آوازخوان برجسته و عالی و انسان است که شکست و ریخت را نمیداند. خود فخرالدین در فیسبوکش با اظهار خوشحالی از راه یافتنش به فینال و به تیم سریاگه و همه مخلصانش اظهار سپاس کرد. من به فینال برآمدم، در تیم سریاگه هنرنمایی میکنم. سپاس فراوان به همه. به زودی آوازدهی آغاز می شود و من به پشتیبانی قوی شما احتیاج خواهم داشت. من مطمئنم که مخلصان من از همه بهترینند. فخرالدین اکیموف در شهر استرافشن به دنیا آمده و در همین جا به وای رسیده است و بعد ختم مکتب رقم 2 به مسکو کوچیده است.